یگانه جای فروش بلیط‌های هواپیما به روسیه و تنها در شهر دوشنبه. مردم تقریباً هر روز اینجا جمع می‌آیند. از چند منطقه از چند شهرهای تاجیکستان آمدن، در همجا در ماشینا در همجا خواب رفتن، شواشون عروض کردن و کردن همجا رسخود کردن. هر روز ما رسخود است. حق فروختن بلیط‌ها را تنها این شرکت دارد. از خود شرکت مثلا سامان ایر بلیط خریدن نمی‌تواند. قیمت‌ها هم به گفته مشتریان آسمانی شدند. در اینترنت در تلویزیون 349 دلار گفتگان، آهوز میپرسی 6000 8000 بالا گپ میزنن. چیزا گفتم نرخ مسفره ببین 14000 کاسه. چی بخاطر من میگم خیلی موندگیشان میگم. اجنسی علاقه هوایی امکان فروش بلیط در اینترنت را ندارد و آنها را فقط با پول نقدی و کارت بانکی می‌فروشد. ما هم خشفه همین 4050 سوم پول. کاسه فقط پول می‌سپونه که بلیط اون دیگه نیست. سببی به اجنسی علاقه هوایی دادن حق فروش بلیط به گفته شرکت نظارت بر قیمت بلیط هاست که خودسرانه بالا نبرند. ولی سندها از منابع باز و تحقیقات رادیو آزادی نشان داد که سبب ظاهراً دیگر چیز است و تعلق داشتن آن به افراد با نفوذ یا خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان. این سند اجنسی رشد کاغذهای قیمتناک تاجیکستان است که نشان می‌دهد تامین رحمان و دختر امامعلی رحمان صاحب اصلی جمعیت سهامی اجنسی علاقه هوایی است. در همین سند همچنین آمده است که ظریفبک دولتوف شوهر تهمینه رحمان و از سال 2013 شخصی با نفوذ در هیئت سهامان اجنسی علاقه هوایی شده است. در این حجت رسمی کمیته اندازی تاجیکستان دیده می شود مؤسس اجنسی علاقه هوایی تهمینه رحمان و رئیس شرکت ظریفبک دولتوف هستند. کار شرکت هم فروش بلیط هواپیما ذکر شده است و سرمایه آیین نامویش تقریباً $200,000 بوده است. وبسایت پیام منبر مخالفان تاجیک در اروپا هم نوشته است ظریفبک دولتوف در تاجیکستان بازار فروش بلیط‌های هواپیماها را انحصاری کرده است. برای ضرر ندیدن او شرکت‌های سامان ایر و تاجیک ایر بلیط‌های خود را توسط سامانه‌شان نمی‌فروشند. نام ظریفبک دولتوف در اوراق پاناما هم هست که سال 2015 سندهای مخفی درباره مالکان شرکت‌های آفشوری در کشورهای جهان را نشر کرد. او را مالک شرکت پنکریج گلوبال لیمیتد نوشتند که گویا سال 2012 مفلس شده است. شرکت در جزیره‌های ویرجینیا بریتانیا ثبت شده است و سراغش را در تاجیکستان کوچه فرهاد 36 در دوشنبه نوشتند. معلومات درباره درآمد و زیان اجنسی علاقه هوایی در دست نیست ولی میگویند درآمدی کم ندارد. ظریفبک دولتوف ساکن دهه مهرآباد ناحیه رودکی شوهر تهمینه رحمان و دختری سوم پرزیدنت است که مثل دیگر اعضای عائله و خواهرانش در مسیر عام ظاهر نمی‌شوند. تنها در عکس‌های خانوادگی او را می‌توان دید. در یک نظرسنجی در سال 2011 آزیا پلوس تهمینه رحمان را در بین 20 شخصی با نفوذ تاجیکستان در مقام 16ام جا داده بود. همچون پرزیدنت سوگند یاد میکنم که کنستیتوسیا امامعلی رحمان را که سال 1992 رهبر تاجیکستان است سالهای اخیر به دادن منصب و امکانات استثنایی تجارت به خویشاوندان و اعضای عائله‌اش متهم می‌کنند. پسرش رستم امامعلی رئیس مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان است. دخترش آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت است و معاون سابق وزیر امور خارجه و وکیل سابق پالاتای بالای پارلمان هم بود. شوهر او جمال‌الدین نورعلی‌زاده مقام معاون اول رئیس بانک ملی را در دست دارد. دادر عروس پرزیدنت حسن اسدالله زاده مدیر آریان بانک یکی از بانک‌های قوی تاجیکستان می باشد. در واقع سامان ایر نیز متعلق به حسن اسدالله زاده می دانند. معاون او زرینه رحمان یکی از دختران دیگری پرزیدنت است. رخشانه رحمان دختر دیگری پرزیدنت را سردار یکی از ریاست‌های وزارت امور خارجه تعیین کردند. شمس‌الله صاحبوف یکی از دامادهای امامعلی رحمان معاون رئیس کمیته المپی است و او را مؤسس شرکت معروف فراس هم می‌نامند. رئیس خدمات علاقه تاجیکستان بیگ صبور نیز خدای پرزیدنت امامعلی رحمان می باشد.